خبرهای اقتصادی امروز 30 سپتامبر در پیام تیوی. طبق معلومات رسانه‌ای شده در خبرگزاری از پیروز، نرخ اجاره خانه در دوشنبه در مقایسه با هفته گذشته یک چند برابر بالا رفت. به گفته ریلتورها، میان روان خرید اجاره منزل سبب بالاروی نرخ به تاجیکستان آمدن شماری زیادی شهروندان روسیه می باشد که پس از اعلان قسماً سفربری هیئت ذخیره‌های حربی و ارتش این کشور به کشورهای آسیای مرکزی فرار می کنند. بنا به اطلاع خبرگزاری، شخصانی از خارج کشور آمده پرداخت شبانه روزی را افضل می دانند. اکثریت افرادی از روسیه آمده پرداخت مبلغ اجاره را برای یک شبانه روز یا برای یک کس در یک ماه افضل می دانند. آنها معمولاً خانه‌هایی را انتخاب می‌کنند که در آنجا اینترنتش خوب کار کند. محض با سبب اینترنت خوب، نرخ اجاره خانه در مرکز شهر بالا رفته، در گرد و اطراف و کناره‌های پایتخت بالاروی نرخ نه آنقدر به مشاهده می‌رسد. مثلا در محله گپرزیم فرقیت نرخ در مقایسه با هفته گذشته همگی $10-20 را تشکیل می‌دهد. مورد ذکر است که در شبکه‌های اجتماعی و تورنمای سامان نقطه جی اکنون با اعلان‌های هم درباره اجاره خانه واخوردن ممکن است که در آنها تنها برای خارجیان با نرخ بلند شده ذکر می‌شوند. همچنین وسایط اخباری عامه قرقیزستان و ازبکستان نیز از 30% بالاروی نرخ اجاره خانه در این کشورها خبر می‌دهند. دیرکتور گنرالی بانک آسیای رشد در آسیای مرکزی و غربی یوگنی ژوکوف روز 29 سپتامبر در بریفینگ مجازی گفت بانک آسیای رشد بسته دستگیری 4 کشور منطقه آسیا، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و پاکستان را تهیه می‌کند. در این باره دیرکتور گنرالی بانک آسیای رشد در آسیای مرکزی و غربی یوگنی ژوکوف روز 29 سپتامبر در بریفینگ مجازی خبر داده گفت که تأسیس صندوق کمک برای این کشورها به خاطر تامین حفظ اجتماعی قشر کم بضاعت و آسیب پذیر بودن، مساعدت به امنیت آذوقه و ثبات نرخ‌ها، دستگیری شغل اهالی و تجارت خرد و میانه را در بر می‌گیرد. باید گفت در پیشگویی بانک آسیای رشد اقتصادی تاجیکستان برای سال جاری از 2% در ماه اپریل سال جاری تا 4% بالا برده شده است. رشد اقتصادی تاجیکستان برای سال 2023 طبق پیشگویی بانک آسیای رشد از 3% تا 5% بهتر خواهد شد. قبلا در ماه فوریه سال جاری نماینده دائمی بانک آسیای رشد در تاجیکستان شانی کمپبل گفته بود که در سال 2022 تاجیکستان از این نهاد به مبلغ $193 میلیون کمک مالی دریافت خواهد کرد. نماینده دائمی بانک آسیای رشد تاکید کرد که جدا کردن $465 میلیون به تاجیکستان در 3 سال آینده از سال 2022 تا سال 2024 در نظر است. بانک آسیای رشد بزرگترین داناری مالی تاجیکستان است. از سال 1998 این جانب این بانک به جمهوری به مبلغ $2.3 میلیون از جمله بیشتر از $1.7 میلیون آمریکایی به طور رایگان کمک مالی کرده است. از این مقدار 35% به ساحه نقلیات، 26% به انرژتیک، 11% به کشاورزی و ذخیره‌های طبیعی و باقی مانده به بخش اداره دولتی، معارف، تندرستی، انفراستراکچور شهری و غیره راست می‌آید. از اول سال 2018 تاجیکستان از بانک آسیای رشد تنها به طور کمکی بی بازگشت دریافت می‌کند. قبل از آن در سال‌های 2015 تا 2017 کمک 50-50 یعنی 50% قرض و 50% گرانت داده می شد. نمایندگان بانک آسیای رشد گذشتن پر به گرانت ها را با آن شهر دادند که عهده‌داری های نوی مالیوی می توانند بار قرض به این هم وزنی تاجیکستان را باز هم وزنین تر گردانند. نرخ ارز طبق مقررات بانک ملی تاجیکستان امروز 100 روبل روسی 16 سومانی و 78 درم نرخ دارد. ارزش اسعار آمریکایی فعلا $100 آمریکا برابر 1022 سومانی می باشد. امروز قرب یورو یک کمی بالا رفته 100 یورو 999 سومانی و 1 درم شد. دیروز 100 یورو 980 سومانی و 14 درم نرخ داشت. نرخ نفت خام نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژهای لندن $87.45 معامله شد.
نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژهای نیویورک $81.48 معامله شد. قرب طلا در بیرژهای لندن صبح امروز $1661.63 برای یک اونس تعیین شد.